توی این ویدیو میخوام یه اندیکاتور رو بهت معرفی کنم که میتونه برآیند معاملاتیت رو خیلی خیلی بهتر کنه. بریم برای آموزش. سلام خدمت مجیکالی‌های عزیز، امیدوارم که حال دلتون عالی باشه. با یک ویدیو جدید در خدمت شما هستم. اینجا چنل مجیکال هستش. خیلی ممنون میشم از شما که با لایک و سابسکرایبتون ازم حمایت کنید. در انتهای ویدیو هر سوالی داشتید زیر کامنت رو بپرسید، خودم شخصا جوابتون رو میدم و سعی میکنم که هیچ نکته مبهمی براتون باقی نمونه. خب بریم برای آموزش. ما در این ویدیو قصد داریم که یک اندیکاتور خیلی خوب رو براتون معرفی کنیم. اندیکاتوری که اسمش هستش Soft for FX Simulator که مخصوص بچه فارکس هستش. ما با این اندیکاتور میتونیم بریم تو گذشته چارت، هم بک تست و هم فوروارد تست بگیریم. یعنی علاوه بر اینکه داریم بک تست میگیریم، معاملاتش رو هم انجام بدیم و بتونیم ژورنالش کنیم که همزمان با بک تست فوروارد تست هم انجام داده باشیم و یک تجربه لایو باشه در گذشته چارت. خب برای اینکه بتونیم این اندیکاتور رو داشته باشیم، شما باید اول فایلش رو داشته باشیم. من فایلش رو قرار میدم برای شما توی کانال تلگرام، حتما ازش استفاده کنید. این رو وقتی دانلود کردین واردش میشین و از قسمت MQL4 و اکسپرت این فایل رو باید کپی کنید. وارد متاتریدرتون که شدین، میان از این قسمت فایل Open Data Folder رو میزنید. اینجا میاد تو قسمت MQL5 Experts و اون فایل رو اینجا کپی میکنید. Soft for FX Forex Simulator. این رو وقتی کپی کردین، این نایه رو میبندین، میاین اینجا تو قسمت نویگیتور، همه رو میبندم. خب اینجا تو قسمت Expert Advisors میایید Soft for FX Forex Simulator. این رو دوبار کلیک میکنید روش، اوکی رو میزنید. وقتی که این رو زدین، یه همچین صفحه براتون باز میشه. شما اول باید برید تو قسمت دیتا سنتر. خب این رو میزنید. هر نمادی که دوست دارید چارتش براتون باز بشه رو باید اینجا دانلودش کنید. من فعلا یه نماد رو که GBP/USD هست رو دانلود کردم. روی دانلود میزنم، باز میشه. فرضاً شما میخواین یه نماد دیگه یورو USD رو دانلود کنید، روش میزنید و میگه که چند سالش رو میخواین دانلود کنید. نوشته که 1 سال، 2 سال، هر چند سالی که میخواین. حالا 1 رو اینجا به صورت پیش‌فرض داریم. بعد اگر اینو بزنین کل دیتای چارتش رو براتون دانلود میکنه که نیازی نیست. ما بیشتر از 1-2 سال رو معمولا بک تست نمیگیریم. دانلود رو میزنیم و میره تو قسمت دانلود. این که 100 شد، حالا میگم باید چیکار کنیم. منتظر بمونیم که این 100% بشه. خب فعلا من کلوز رو میزنم، بعد اجازه نمیده، باید این 100% بشه. خب بعد از اینکه دانلود تکمیل شد و این 100% شد، اینجا یه آپدیت میاره براتون که هر از چندگاهی این رو آپدیت کنید. هر هفته یک بار این رو آپدیت کنید که دیتاش کاملا آپدیت بشه و دیتای جدید رو براتون بیاره. خب اگر خواستید پاکش کنید، کلیر رو میزنید، پاک میشه. وقتی که دانلود شد، حالا اینجا یه سری گزینه‌ها هستش. ببینید این گزینه‌هایی که اینجا داره، اینو روی همین گزینه اول قرار بدین. فولدرش رو میتونید تغییر بدین که کاری باش نداشته باشید. این میتونه کل همش رو سلکت کنه، یعنی مارک کنه، علامت بزنه. بعد آپدیت اول رو بزنید اگر کل اونهایی که تیک زدید همه رو با هم آپدیت میکنه. اینم اگر بزنید کل فایل ها رو براتون آپدیت میکنه که ما کاری با این نداریم. و خب اینجا گزینه کلوز رو میزنیم، میایم تو این قسمت میزنیم نیو سیمولیشن. این رو وقتی کلیک میکنید یه همچین صفحه براتون باز میشه. اینجا اولین گزینه پرووایدر هستش که همون گزینه اولی رو بذاریم بمونه. نماد معاملاتی، من چون این دوتا رو دانلود کردم این دوتا رو برامون میاره. فرضاً GBP/USD رو میزنیم، اینجا یه سری اطلاعات براتون میاره. میگه دیتا رو از 5/10/2022 دارم تا 20/10/2023. میام اینجا میگه که میخوای از چه تاریخی شبیه سازی رو انجام بدی، میخوای به چه تاریخ مراجعه کنی. اینو میزنی
میتونی بری عقب‌تر. میگم که مثلا از 5 اکتبر 2022 میخوام این شبیه سازی رو انجام بدم. حالا اندش هم میتونین بنویسین، میتونین 3 ماهه انتخاب کنید خودتون، یا میتونین بذارین جلوش باز بمونه تا همین الان که 20/10/2023 هستش. حالا این دیگه بستگی به خودتون داره که من میذارم باز بمونه. اکانت کرنسی رو بذارین USD بمونه بر اساس دلار. بعد اینجا میتونید برای خودتون یه سرمایه اولیه تعیین کنید، هر سرمایه‌ای که دوست دارید. سعی کنید اون سرمایه‌ای رو اینجا انتخاب کنید که قرار باهاش معامله کنید به صورت ریل. حالا یکی مثلا سرمایه‌اش $500، اینجا 500 رو میزنه. 500 رو میزنیم، میایم تایمی که روی چارت هست رو به صورت GMT بذاریم باقی بمونه. بعد اینم بمونه. بعد میام اینجا پیپ سایزش رو نوشته 10، کاری نداشته باشیم با این پیپ ولیو هستش. لات سایز رو نوشته که تا چقدر اجازه داری بزنی، اینم بزنیم بمونه. لورجتون همون چیزی که توی متا تریدر انتخاب کردین رو اینجا هم انتخاب کنید. مثلا 1/500 رو اگر انتخاب کردین بزنید همین بمونه. حالا اگر نمیدونین لورج چی هستش، قراره که ویدیوهای مربوط به فارکس رو کم کم براتون آپلود کنیم. آموزش فارکس رو کامل داخل همین کانال یوتیوب براتون قرار میدم. اصلا نگران نباشید. 0 تا 100 فارکس رو خدمتتون توضیح میدم به زبان ساده، طوری که هر کسی که هیچ اطلاعاتی از این بازار ندارم متوجه بشه که باید به چه شکلی عمل کنه. خب اسپرد بذاریم به حالت ریل بمونه. میتونید خودت هم یه اسپرد ثابت رو اینجا در نظر بگیرید. حالا اسپرد بستگی به بروکرتون داره. بعضی از بروکرها اسپرد بیشتری، بعضیشون بروکر کمتری رو پرداخت میکنن. میتونید اسپرد بروکرتون رو ببینید و بعد اینجا اون رو بزنید که اون اسپرد اینجا براتون مشخص بشه. این اسپرد به چه دردی میخوره؟ برای اینکه واقعا بتونید معاملاتی که انجام میدین رو بر اساس حالت طبیعی بروکرتون بتونید تنظیم کنید و معاملاتتون خیلی واقعی باشه. بعضی جا ممکنه که استاپامون یا تیپیامون به خاطر اسپرد بخوره یا تیپی نخوره. به هر حال اینها میتونه خیلی کمک کننده باشه. خب میگه که آیا کمیسیون پرداخت میکنی یا نه. حالا اینم بستگی به بروکر داره. در بروکری که ما کار میکنیم و فعالیت میکنیم کمیسیونی پرداخت نمیشه. داخل چنل تلگراممون اگه مراجعه کنید اونجا لینک ثبت نام رو گذاشتم، میتونید داخلش ثبت نام کنید. بروکری که خودم دارم کار میکنم میگه که چند تا کندل اون لحظه‌ای که حالا چارتتون باز میشه میگه که چند روز برگرده به سمت عقب و چند روز عقب‌تر رو به شما نشون بده که حالا اینجا میتونید اینا رو تغییر بدین. خودش روی 15 اینجا به صورت پیش‌فرض وجود داره، کاری با این نداریم. خب حالا اسپرد رو هم من تبدیل میکنم به فرضاً 20 بمونه و استارت سیمولیشن رو میزنید. این رو وقتی زدید یه همچین صفحه براتون باز میشه. این صفحه بیشتر برای اینه که شما بتونید معامله کنید. حالا اینجا لات رو مشخص کرده، حد ضرر رو، حد سود رو. حالا یکی اینها رو خدمتتون توضیح میدم. اولین کاری که شما باید انجام بدین اینه که چارت رو بیارید. اینجا قسمت چارت رو اگر بزنید، ببینید این گزینه که هستش اینجا، چارت رو اگر بزنید میگه که چند تا گزینه هستش، 1 2 3 تا گزینه اینجا وجود داره. میگه که چارتت به چه شکلی باشه، استاندارد باشه، تیک چارت باشه. میگم که به صورت استاندارد بمونه. اینجا تایم فریم ها رو میتونید اضافه کنید. میخواین چه تایم فریم هایی روی چارتتون باشه؟ هر تایم فریمی که قرار باش کار کنید اضافه کنید. من 1 دقیقه رو اضافه میکنم. ببینید M1 رو میزنم، تعداد کندل ها رو یکم بیشتر میکنم، اد رو میزنم، این اضافه میشه به این قسمت. دوباره میام 5 دقیقه رو اضافه میکنم، 15 رو اضافه میکنم، 1 ساعته رو اضافه میکنم، هر چند تا که میخوام. مثلا 4 تا من اضافه کردم اینجا. بعد که اینا رو اضافه کردین باید روی اوپن بزنید که بیفته اینجا تو این قسمت چارتش براتون باز بشه. M1 رو باز میکنم، M5 رو دوباره باز میکنم، این رو و این رو، اینها رو باز میکنم. ببینیم برامون آورد اینا رو. یکی روی اوپن میزنیم
و چارت برامون باز میشه. خب الان اگر دقت کنید این چارت افتاد تو این قسمت و کلمه آفلاین رو جلوش نوشته. اونایی که آفلاین هست در واقع میشه گفت چارتاییه که برای ما به صورت سیمولیشن شده و آفلاین هستش، میتونیم باشون کار کنیم. خب میتونیم قالب بندیش رو بر اساس تمپلیتی که از قبل داشتیم اوکی کنیم. من اینها رو یکی یکی تبدیل میکنم به قالب که خودم شخصی سازی کردم. همه اینها رو داخل ویدیوهای مربوط به آموزش فارکس براتون قرار میدم توی کانال، نگران نباشید. اگر بلدین که هیچ، اگر بلد نیستید حتما اونها رو ببینید. خب من این چارت رو باز کردم، نگاه کنید تایم فرمش رو نوشته GBP USD M5. این برای 5 دقیقه است، این 1 دقیقه است، این M15 15 دقیقه است، اینم 1 ساعت H1. و شما الان نگاه کنید تاریخ رو نگاه کنید، اگر روش بگیریم 20/10/2022 از این تاریخ شروع شده. خب حالا میتونید هر تحلیلی که دوست دارین روی این چارت انجام بدیم، معامله رو انجام بدیم. فرضاً حالا ببینید چطور اصلا قراره که معاملاتمون رو انجام بدیم. تو این نواری که براتون باز میشه یه سری اطلاعات وجود داره. ببینید یه کلمه بای هستش، یه سل هستش. این به صورت مارکت هستش، یعنی اگر میخوایم به قیمت مارکت همین الان ورود کنید از بای و سل استفاده میکنید. اگر میخوایم به صورت لیمیت کار کنید، حالا چه به صورت سل لیمیت، سل استاپ، بای استاپ یا بای لیمیت، روی این دومین زبانه کلیک میکنید و اینجا میتونید برای خودتون یک سفارش لیمیت بزنید. مثال میزنم، من میخوام رو این قیمت 1/119.51 یک سفارش بای لیمیت بذارم. حد ضرر و حد سود و همه چیشم مشخص میکنم. خب عدد چی بود؟ 1/119، حالا مثلا 60. میام اینجا چون از قسمت پندینگ میخوام وارد بشم و بای لیمیت بذارم، اول میزان لاتیجت رو مشخص میکنی. اینو میتونی هم بر اساس لات مشخص کنی که خودت دستی لاتیجت رو وارد کنی، هم میتونی بر اساس ریسک. حالا میتونیم بگیم مثلا ریسک 1% رو برام لحاظ کن، خودش محاسبه میکنه و مقدار لاتت رو مشخص میکنه. این حد ضررته، اینم حد سود. فرض کن شما میخوای اینجا ورود کنی، اینجا حد ضررت هست و اینجا هم حد سود، مثلا تو این محدوده هم میخوای ورود کنی. فرضاً مثال میزنم، میخوای اینجا ورود کنی، این حد سودته و این حد سودته، حالا میخوای اینجا خروج کنی، اینم حد ضررته. خب قیمت ورود ما چنده؟ اینجا 119.87. خب میزنی اینجا پرایسش، این به صورت دیستنسه. پرایس رو اگر بزنیم میگه که چند پیپ با چند پیپ فاصله پوزیشنت باز بشه. ما با این کاری نداریم، میخوایم قیمت بزنیم. پرایس رو میزنیم 1/119.91. این عدد بود دیگه، 1/119.82 بزنیم. 119.82. خب این قیمت باز شدن پوزیشن لانگ ما هستش. حالا میخوایم حد ضرر ست کنیم دیگه، هم به صورت پیپ میتونیم مشخص کنیم. میگه که مثلا از جایی که باز شد 10 پیپ حد ضرر هم باشه، خودش 10 پیپ محاسبه میکنه از اینجا، مثلا اینجاها حد ضرر رو میذاره. حالا میخوای بر اساس این ستاپی که اینجا مشخص کردی حد ضرر بذاری، محاسبه کن. الان اینجا چند پیپ فاصله است؟ تقریبا میشه گفت 239 پیپس. میزنیم 239. خب حالا میگه که تارگت هم کجاست؟ از اینجا تا اینجا 465 پیپ هستش. حالا قیمت هم میتونی بزنی یا قیمت رو نگاه کنی 1/124.70. میدونی اینو قیمت میکنی، میزنی 1/124.70. کامل اینو مشخص میکنه. وقتی که مشخص کردی یه چیزی هم داره اینجا، یه گزینه خیلی خوبی داره به نام ریل تایم. ریل تایم چیه؟ میگه که کندل ها رو مثل حالت واقعی فکر کن که مثلا الان لایو چارتی برام پلی کن، یعنی هر کندل 1 ساعت طول میکشه. شما وقتی پلی رو میزنی 1 ساعت باید صبر کنی. اگر نمیخوای میتونی هر تیکی که میزنی در جا کندل ها پلی بشن. اگر میخوای یه زمان کمتری بدی بهش میتونی اینو بیشترش کنی.
هر چقدر که اینو رو حالت ریل بذاری، اون هیجانات واقعی رو، اون احساسات واقعی رو توی مارکت میتونی درک کنی کامل. من این رو توی تیک میذارم که سریعتر بره جلو. وقتی این رو زدی میای روی بای لیمیت کلیک میکنی، پوزیشنت روی اصلا بای بود دیگه، بای رو میزنم و سفارش ثبت میشه. الان اینجا مقداری فاصله رو بیشتر کرده، فکر کنم استاپ رو درست نذاشتم، این پیپ بوده، اینو میکنم 23 برای اینکه این اوکی بشه. اینو پاک میکنم، دیلیت لست رو میزنم، این رو میکنم 23. خب حالا دوباره بای لیمیت رو میزنم، الان اوکی شد، نگاه کنید. خب پس استاپ هم شد اینجا، نقطه ورود اینجا، حد سود اینجا. حالا برای اینکه ببینیم چه نتیجه رقم میخوره، میتونید 2 تا کار انجام بدید. هم اینجا نکست بار رو میزنید، میتونید بزنید که در واقع کندل ها برن جلو، هم از اینجا میتونید کار انجام بدید، یعنی از این گزینه استفاده کنید. من نکست بار رو میزنم، ببینید کندل ها دارن پلی میشن. خب الان سفارشم فعال نشده، نگاه کنید با اسپرد سفارشم فعال نشد، به خاطر همون چیزی که تعیین کردیم. هر چقدر که کلیک کنید کندل ها پلی میشن. الان سفارش رو همچنان فکر کنم حتی برداشته سفارش رو. تو این قسمت هم، تو قسمت اکانت اینجا، خب میتونید حسابتون رو ببینید. الان حساب ما چند دلاره؟ تقریبا میشه گفت اکویتی ما $10,000. یه اکانت $10,000 باز کردیم دیگه. حالا من اونجا 500 رو زده بودم، حواسم نبود، دوباره رفته رو 10,000، یه اکانت $10,000 باز شده. بر اساس اکانت $10,000 فعلا $26 توی سود هستش حسابم. اگر بیاد پایین استاپ بزنه از این کم میکنه، اینم بره بالا بخوره بیشتر میشه، اکویتی من بیشتر میشه. خب ببینید من الان پلی میکنم، ببین عدد داره تکون میخوره. اینجا هم نوشته فعلا، میگه فعلا اینقدر توی سود هستی. الان بیاد پایین تر ضرر میشه، ببینید رفت ضرر شد. الان سر به سر هستیم، دوباره پلی میکنیم بره جلو، داره تکون میخوره، میبینید. دوستان دقت کنید، هر چارتی که برای اولین بار باز میکنید بر اساس همون میاد و پلی میکنه. چون من چارت 1 دقیقه رو برای ابتدا باز کردم، باید 60 بار کلیک کنم رو این تا یه دونه کندل 1 ساعته به ثبت برسه. پس اگر میخواید تایم فریم 1 ساعته کار کنید، اول 1 ساعته رو باز کنید. من برم تایم فریم 1 دقیقه، این پوزیشن اینجا بازه، میبینید این همون پوزیشن است. من با هر کلیک یه دونه کندل 1 دقیقه رو به ثبت میرسونم. الان باید منتظر بمونیم ببینیم که چه نتیجه رقم میخوره. حتی اینجا هم میتونید چیزش کنی یا تغییرش بدی. اینجا هم هستش، درسته. تایم فرم رو ببرم 1 ساعته، برم تایم فرم 1 ساعته، قشنگ یه کندل به ثبت میرسه. نکنید الان بهتر شد. ببینید قیمت تا نزدیکی های حد سود رفت، برگشت به سمت پایین. حالا ممکنه استاپ هم بزن. الان اومد اینجا استاپ رو زد. چقدر کم کرد؟ $98، $98.9. یعنی به اندازه 1% اکانت هم کم کرد، چون ریسکم رو 1% در نظر گرفته بودم. حالا هم میتونید این رو 1% در نظر بگیرید، هم به صورت لاتج. اگر لاتج در نظر بگیری، خودش اینجا میاد برات تنظیم میکنه. البته میتونی اینجا اینها رو هم تغییر بدی، یا به پیپس، به قیمت، همه اینها رو میتونی تغییر بدی، یا به دلار میتونی تغییرش بدی. خیلی نرم افزار عالی هستش که بتونید خودتون رو ارتقا بدید، جایگاه معامله گریتون رو ارتقا بدید و ازش استفاده کنید. یه سری گزینه های دیگه هم اینجا هستش. اینجا سیو رو داره، میتونید سیو سیمولیشن رو بزنید. وقتی که میخوای سیو کنی دوباره لود کنی، حتما باید این رو بزنی. میتونی اکسپورت هم کنی به صورت ریپورت برات بیاره، مثلا این رو میزنی به صورت استیتمنت برات میتونه
سیو کنه و مرور کنی معاملاتت رو، معاملات 1 ماه 2 ماه هر چند ماهی که انجام میدی. سیو رو اگر بزنی، سیو در واقع میتونی بهش یک مسیر بدی برای سیو کردنش و بعدش هم در واقع لودش کنی. هر مسیر که خودت میدی اینجا انتخاب میکنی تو قسمت دانلود یا هر جایی و بعدش هم لودش میکنی. این هم از این گزینه. و اینجا هم میتونی یه سری کامنت ها بذاری، میتونی تریلینگ استاپ ست کنی، بگی مثلا بعد از 20 پیپ تریل کن، وقتی که قیمت به این عدد رسید یا این مقدار حرکت کرد به سمت بالا، مثال میزنم، شما میگی که اگر 20 پیپ به سمت بالا رفت، استاپ هم رو تریل کن روی 10 پیپ سود، خودش میاد استاپت رو میبره بالاتر. اینا رو هم میتونی تنظیمش کنی دیگه، خودتون باید باش کار کنید و آشنا بشید. اینم به قیمت لحظه ای. الان مثلا یه بای من بخوام یه سل اینجا بخوام بزنم، همین الان بعد سل رو میزنه، البته نوشته که take profit. میگی که پرافیت رو درست بذار، لاته جم رو به اندازه ریسک 1% انتخاب میکنم، SL پرافیت هم میگم که مثلا 40 پیپ پرافیت هم باشه. حالا سل رو میزنم، به محض اینکه زدم الان پوزیشن برام باز شد. دوباره میتونی پلی کنی ببینی چه الان دوباره حد ضررم خورد. حالا برم اکانت رو نکنم میبینم که دوباره یه ضررم خورد، حسابم شد این اندازه. قشنگ میتونی همزمان با اینکه بک تست میگیری، چون هم ادامه چارت رو نمیبینی و همین که معاملاتت رو به صورت لایو میگیری، میتونی هم ژورنالت رو قشنگ بنویسی تر و تمیز، همین که با احتساب اسپرد و حالتهایی که توی بازار ایجاد میشه معاملاتت رو انجام بدی. این یکی از بهترین نوع از بک تست و فوروارد تست هایی که میتونید بگیرید. البته بهتره بعد از اینکه بک تستتون کامل شد یه فوروارد تست 1-2 ماه هم انجام بدین تا اون هیجاناتی که توی بازار وجود داره رو هم تجربه کنید. ولی این تقریبا شو که 70% کار فوروارد تست رو هم انجام میده. یه دونه هم چیز بزنیم، ریل تایم بزنیم ببینیم چطور عمل میکنه. خب من یه مثلا اینجا سل میزنم ببینیم چطور عمل میکنه. خب ریل تایم رو اینو ببریم اینور تا اینجا بمونه، استاپ رو یکم ببریم بالاتر، میخوام فقط حالتاشو ببینیم. تی پی پرایس رو بکنیم 120. خب اینا رو که تنظیم کردیم، روی این گزینه باید کلیک کنید، این رو میزنید و میاد کندل ها عین لایو چارت تکون میخوره. ببینید بریم تایم فریم 1 دقیقه رو ببینیم، خیلی بهتر مشخص میشه. ناکنید دقیقاً فکر کنید که در لایو چارت هستین و داره این حرکات انجام میشه. ولی خب حوصله میخواد که اینقدر صبر کنید ببینید نتیجه معاملتون به چه شکل. میتونید به جای فوروارد تست اون روزهایی که تعطیل هسته، شنبه ها و یک شنبه ها، بیاید یه همچین تستی رو هم انجام بدید. یعنی لایو چارت میتونید سرعت اینم بیشتر کنید. الان ببینید سرعتشو دارم بیشتر میکنم. خب یه مقداری سرعت بیشتر شد. میتونید کمتر کنید، میتونید بیشتر کنید و کلی امکانات جذاب که این اندیکاتور میتونه براتون داشته باشه و شما قشنگ ایرادات خودتون رو اینجا پیدا میکنید. خب خیلی ممنونم از اینکه تا اینجا ویدیو با من همراه بودین. هر سوالی راجع به این دارید میتونید ازم بپرسید، در خدمت شما هستم. خودم شخصا پاسخگوی شما هستم. این زیر روی کامنت ها بپرسید خواهش میکنم. تو اکانت چیز بهم پیغام ندید، اکانت تلگرام بهم پیغام ندید، اینجا بپرسید و نظرتون هم راجع به این اندیکاتور بگید. هر باگی هم داره مطرح کنید، سعی میکنم توی ویدیوهای بعد این رو حلش کنم. و یه نظرم راجع به ویدیو بعدی میخواستم. به نظرتون ویدیو بعدی رو در چه ارتباطی براتون ضبط کنم که براتون مفید واقع بشه؟ خیلی دوستتون دارم. یا حق، خدا نگهدار.